هموطنان درود بر شما. یه اطلاعیه‌ای به دست من رسیده از اصلاح طلبان. تعداد یه بیانیه‌ای دادن، تعداد 353 نفر هستن که گفتن جنگ و بزرگترین شر سیاست نامیدن و عملاً خواستن که خارجی ها، حالا آمریکایی ها یا اروپایی ها دیگران، اوضاع مملکت رو به دست اینا بدن. عامل اصلی جنگی که داره برقرار میشه خود اینا هستن. توجه بکنید اسامی کیا هستن، من تعدادی رو میخونم: اسحاق جهانگیری، محمد جواد ظریف، بهزاد نبوی، عبدالکریم سروش، محمد جواد آذری جهرمی، عمادالدین باقی، تمام دزد و نمیدونم جنایتکار. و آقا جنگ و خود شما با مردم ایران شروع کردید. اگر خارجی ها اومدن دیگه قابل تحمل حتی برای خارجی ها نیست. آقای ظریف، مگه شما نبودید که میگفتید مردم انتخاب کردن اینجوری زندگی کنن؟ آقا دست از سر مردم بردارید. سپاسگزارم. جاوید شاه، پاینده ایران.